آیا به خاطر هجرت برای الله فقیر شدی؟ آیا به خاطر دین الله از خانه تو را کشیدن؟ من طلعته واللیل تجا من وفرته الصبح بدا من طلعته واللیل تجا من وفرته. الله وقت تو را خوب میبینه که حرکاتت موافق کتاب الله باشه. الله وقتی تو را خوب میبینه که حرکاتت موافق طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، در غیر از اون نیست. انسان عاقبت و انجام خود سخت حراس داشته باشه. مبادا کاری از پیشت صادر شوه که خاتمت نعوذ بالله بسیار شقی و در حالت بدبختی تیر شوه. از همون خاطر علی رضی الله عنه توصیه میکنه اشخاص مقتدای خود جور نکنه. همین پیرم مرده کرده امیده در خواب میده دو بارم تا پدریت از هم خواب دیموش خدمتش کردم جورش کردم خدمتش کردم بعد من پیر در خواب میمایستم من ندیدمش یکی قطعی اشون پیر خدمت دایستم استاد خدمت تو بیو ببینم باید بیام اون وقتی دام اسباب کار میدم بین صفو بین شرم میبینیم چکار میشه وقتی تو فیش دیگر خیلی بودی هیچ چی نمیشه چون خالی استفایی و همونجا آخر به فضلات میران دست ایغارم شد شد رایی اون یا شوفر نماز رفتن گه ترسیم دار او پیش امروز که به مردم میگی داد میزنه از مذهب دفاع میکنه از شخص دفاع میکنه. چرا؟ این قولی من است، این قول علی رضی الله عنه است. پشت اشخاص نری. چی میگه؟ فإن کنتم لا بد فاعلین، اگر شما هست خامخا امی کار کننده است که نه ما برای خود مقتدا جور میکنیم نمیشه به مقتدا. حالی هم ما شما مقتدا داریم. علی رضی الله عنه چی توصیه میکنه که وقتی کار میکنه فبالاموات لا بالاحیاء، پشت او کسایی که وفات کرده پشت از او اقتدا بکنه نه به زنده ها. چرا؟ و اشار الی الرسول و اصحابه رضی الله عنهم. علی رضی الله عنه اشاره به پیامبر علیه السلام کرد و به صحابه کرد. و مردم پیروی از اشخاص نکنه، دنبال روی اشخاص نباشه. اگر خواب پشتش میره صحابه که وفاتشان و یقینا به ایمان شده. خوردیم که حیبت مهمش در 80 سال یادم نبرمه. خواب بینم یک چیزه خودم حمل کشته جنه این نوف حمل کشته که اتش سر وضعی اتش سر شیوت اتش سر بلوهای شهادتش محمد رسول الله به زبان مبارک پاک خود گفته. پیغمبر که برای ما میگه علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. الله پیغمبر شهادت میده طریقه خلفای اربعه یا او خلفای هستند که راهیاب هستند مهدیین هستند از طرف الله برشان هدایت شده. این شهادت پیامبر علیه السلام در حقش است. امروز چرا ما قول یک عالم خود با قول ابوبکر رضی الله عنه سری قول ابوبکر رضی الله عنه ترجیح میدیم؟ امروز چرا یک قول عالم ما سری قول عمر رضی الله عنه ترجیح داده میشه؟ چرا؟ این توصیه علی رضی الله عنه است. مردمی هستند که پیغمبر شهادت داد که این مردم واقعا مؤمن است. دیدیم با چشم سر که واقعا در راه ایمان رحلت کردن و پیامبر و صحابه را برای ما اشاره میکنه. این چی معنا میده برای ما؟ این چی مفهوم میده؟ ای مردم اگر شما میگی سر دین عمل میکنیم و طریقه عمل کردن دین ما برای خود کمایی میکنیم، فقط جستجو و تلاش عمل کردی صحابه و پیامبر علیه السلام بکنی. سنت رسول الله و سنت صحابه کرام که به نام اهل سنت و الجماعت یاد میشه. رای پیامبر اهل سنت و رای صحابه کرام اهل جماعت است.
اما امروز پرسان نمیشه. و می جنابایی که در سر منبر میبره که لاف میزنه که من ثابت میکنم میلاد من ثابت میکنم فلان آیت فلان آیت، قسم برش بده بگو تو را به الله قسم، تو که اینقدر لاف میزنی یک سوال از پیشت میکنم، سر دین فهم کامل تو خیلی زیاد داری یا شاگرد مستقیم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ امیر برات میگم سر اصل مقصدی آیت تو خوب علم داری یا شاگرد مستقیم پیامبر؟ کدامش؟ باز از تو سوال میکنم تو خوب زیاد عمل کننده سر حکم الله هستی یا نه که او کسایی که مستقیما به همراهی پیامبر عمل حکم الله را عملی کرده؟ کدامش؟ بعد مردم کنجی خوبی تاجیکستانم بره محمد معصوم خواهم خدایا از تو حبی مصطفی خدا در انتظاری حمدی مانست، خدا در انتظاری حمدی مانست، محمد چشم در راهی سنانه. جواب دیگه نداره به جز از این که بگه که صحابه کرام عجیب است، بسیار جای تعجب است که صحابه یک مورد برای من نشان بده. در کل امور بدعت شما هیچ دلیل دیگری نداشته باشه، فقط امیر سوال بکنه که این عمل صحابه کرام انجام داده یا نه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نوشته میکنه، ابن کثیر رحمه الله نقل میکنه لو کان خیرا لسبقونا الیه. هر کاری که مردم او را ایجاد کرده او میفرمه اگر این بهتر میبود از ما کده پیش دستی که میکردن؟ صحابه میکردن. یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمت للعالمین، مولای من دانای اسرار نهان، مولای من روز و شبم در فکر تو گویم ثنا و شکر تو، گویم ثنا و شکر تو، ای مونس من ذکر تو، مولای من. الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته، الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته. عاشق دیدار مدینه من عاشقم و عاشق دیدار. گوش کن با گفته هایش، صفا بده دلت را. یک روز میلاد میشه فریاد الا لاسپیکرها چالان است، مسجد ها چراغان میشه، الا گلا را ویزان کنه، دیگاه بار میشه، میله برپا میشه. پیسر از کجا جمع کرده؟ پیسر از کجا؟ تو خیرات در کدام زمان رسول الله دیدی که پیسر خودشان جمع کنه، خودشان پخته کنه، خودشان بخوره و نامشان خیرات بمانه؟ شما بگو این میله است یا خیرات؟ این میله است. شما وقتی که سالنگ میره 10 نفر پیسر انداز میکنه، کباب و بگوی تربوز و خربوزه را خود میبره در سالنگ، اونجا بازی میکنی کلیتا یک جای میخوری، این خیرات میگی؟ این در مسجد ها چطور خیرات است؟ ملا صاحب، آجی صاحب، ملک صاحب گرد گشته رویسته، یک نفر او بیچاره
در اولاد خود در یک ماه یک پاو گوشت نآورده بیچاره، سیاسرش اولادش شده یک پاو گوشت پیدا نکرده، آلی مولای استاد است دمی رویش، مجبور میشه رویش میسوزه، پول میده. همین پول به تیبی قلب داده یا نه که خلاف تیبی قلب داده؟ به تیبی قلب نداده، به اخلاص دل نداده، زیر فشار آمده. رسول الله میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. حلال نیست مال یک مرد مسلمان مگر به طیب نفسش. ملا سبت از کجا میره فتوا میگیری؟ پیسه را جمع کرده چی میکنه؟ دیگاه بار میشه. خیرت از میلاد النبی است. میلاد النبی چی معنا؟ میلاد النبی چی معنا؟ نه نامش عالی بر اسرائیل جور شده، نامش بگه دیگر رقم میمانه، کنفرانس سیرت است. این کنفرانس سیرت دیگر روزا نداشت، این دیگر روزای سال بیان شده نمیتونه. تنها در 12 ربیع الاول و دمای ربیع الاول بیان میشه. تو فریب میدی الله را، الله از نیت و ارادت خبر نداره. باز خو محبت ایه وقتی که پیسه را طلب میکنه چی میگه؟ تو پیغمبر دوست نداری؟ نه چرا دوست ندارم، پیغمبرم است. پر تو در میلادش یک نفر نخیست که اوی میلاد رسول الله گفته که بکنه نه. صحابه از مکه در خیلی پیغمبر دوست داشت، کردن کار نه. بعد از او تابعین دمو مذهبی که تو عقیده داری بدبخت مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله خدا میگیری، تو را بالله قسم زنت سر طلاق که از امام ابو حنیفه رحمه الله کدام قول داری؟ ثبوت. لیکن شکم پرست هستی. تو امام ابو حنیفه رحمه الله پرست هم نشدی، تو شکم پرست هستی. پخته کو باز امی سفید امی ملک امی مولادمو سر در میراب نشسته است، از کلکین به دیگ والای تور میکنه، ریشه های جا نشسته است. بیا چمکای کلان آورده میشه در پیش روی از یا ایره دین میگه، ایره محبت چی مینامن؟ بگه رسول الله مینامن. تو را بالله قسم سلامت به مثل رسول الله است. شب بخیر و صبح بخیر گفته رایستی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نیست. تلفنی تا روشن میکنی ای بدبخت الو میگی، لغت زبان مادری تم نمیگی، زبان کافر انگلیس استعمال کرده رایستی الو. بله خب بگو. اگر نمیتونی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کدام رقم مسلمان، کدام محبت با رسول الله داری؟ نان خوردنت، آب نوشیدنت، اخلاقت، نمازت، کدام چیز؟ محبت پیغمبر چی را میگه؟ محبت پیغمبر به دیگ پخته کردن است. دمی محله پدر شهید شده، تفلکا باقی مانده. پدر شهید نشده، توسط ظالما در زندان در گونتانامو است. اینجا فامیل مکمل مادرها گدایی میکنه، فامیلی که 30 نفر است، یک سرپرست نداره، یک سرپرست، کسی قرضم برش نمیده. اون مولای نامولا، اون آجی ناجی، اون ملکی ناملک. تو را بالله قسم یک روز غمی همین خاندان خوردی که از اهل مسجدت است، مقتدی مسجدت است، خسته باشی گفته باشی که همین جا یک خانه به سرپرست باقی مانده سیاسراسته، اوی سیاسرا رویشان میسوزه، از کسی سوالم نمیتونه، حرفه‌ای نیست. ما خاندانایی را خبر دارم که فقط گندنه را میگیرن، جوش میده در دیگ، خلاص خیر و خلاص. تو خود مسلمان میگیری محبت رسول الله را داری، دعوای محبت رسول الله را میکنی. امروز ملت تباه شده، در بدر شده، ملت در گمراهی و در شرک روان است. امی میلاد بسیار عقلاست، میگن کاری خوب است سیرت بیان کردن، ختم کردن، صدقه کردن، یا کارای بد است؟ خو این نکته را تو درک کرده نمیتونی. بله بد است. چرا بد است؟ به ذات خود صدقه بد نیست، به ذات خود سیرت بیان کردن بد نیست، به ذات خود تلاوت قرآن بد نیست. خو وقتی که اینمی عبادت ها را تو از خود برش سببی علایده جور کردی، وقتی علایده را اختصاص دادی، کیفیت علایده را برش پیدا کردی، یک شارع و یک روا کننده تو خود جور کردی در مقابل پیغمبر علیه السلام. شریعت
این اسباب و این زمان و این مکان برش خاص نکرده بودی کیفیت تو گرفتی. حالی تو بدیره میفهمی یا نه؟ در حقیقت اعتراض سری پیامبر صلی الله علیه و سلم داری. یک قاعده عقیده ما است که اساس دین ما سری وحی و نقل است. عقل پشت عقل نمیریم که ما پشت عقل بگردیم که عقلی تقاضا را داره، عقلی تقاضا را داره. نه، مبنای دین ما فقط وحی است. دوم، قانون تابعداری پیامبر علیه السلام دوم قانون نشسته که تو بحث بکنی از یک حکم شرعی. زمانی که یک حکم برات پیدا میشه، حالی تو باید جستجو بکنی، تلاش بکنی که این حکم در شریعت اساس داره، سند داره یا نه. بعد از خود تثبت پیدا شود، یقین و اطمینان و سکونت پیدا شود که بله همین حکم است. قبل از اینکه تو سری او حکم عمل میکنی باید خدا بدانانی. البته این امر در تمام شؤون زندگیت، هر قدم که تو میگذاری باید اول سوال بکن که در شریعت چه قسم این امر انجام داده میشه، چه راه شریعت برش مقرر کرده. او وقت باز تابعداری پیامبر علیه السلام تحقق پیدا میکنه و قانون تابعداری به جای خود رسیده. ما پرسان کردیم زمانی که توی میکنیم لند و غند جمع میکنیم، از وا مشوره میگیریم که کدام سازنده خیلی خوب سازنده است. از 4 دانه نفری بی بنیاد و بی اساس جمع میکنیم، میمانی میکنیم که کدام هتل لکس باز نان میده. مراجعه میکنیم برای کسی، برای که عالم که پیامبر علیه السلام طریقی توی چه قسم انجام داد، خواستگاری چی رقم بود، دختر به کدام قسم اشخاص میداد، آیا بندار از یاد پیدا میکرد. امروز که کسی به بچه خود توی میکنه 2 ماه پی در پی دروازه چرکی شروع میشه، درب و دروب، کاکایش بیبی، بابایش بیبی، مامایش بیبی، به هر کدام رشوت های علیده بدی کل عمر تو مکمل سری دختری خود رشوت خوردی. بس داخر بازم مچم که دل نادل داد میدی یا نمیدی، باز که میدی قیداره لیست جور کرده اوتا چیسته توی ده اوتل اورانوس باشه، 2000 نفر باشه، خوراکی نمی رقم باشه، سازنده فلانی باشه. من از همین میلادگرا، از همین کسایی که داد از محبتی پیامبر بزنه سوال کنه. همو آجی که پیسه جمع میکنه دستایشان میلرزه، وای ما محبتی پیامبر داریم. تا را به الله قسم آجی سه، روزی که بچه توی میکردی محبتی پیامبر در یادت آمد؟ تو یک زانو به پیش عالم زدی که من توی بچه خودم چه قسم بکنم، دختری خودم چه قسم بدم، به کی بدم؟ نه 40 ساله دختر در کابل همینطور نشسته، یا دختر گفته دکتر میگیرم همینطور باقی مونده، یا پدر میگه که نه که کشوفش نداشته باشه، فجرو لنکر و زر نداشته باشه، دختری خدا نمیدم. بیه که یک دفعه سیرت صحابه رم ببینه، یک دفعه سیرت رسول الله رم ببینه، خواستوری رم شما ببینه. نفری ناشناس جلیبیب کدام نفر است که پیامبر روان میکنه در پشت خانه انصاری تک 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 بیرون میبره بگه مرا پیامبر روان کرده دختری تا بده دستری را موتو نعوذ بالله یقین بکن یالی به هر کس که واقعه را بیان کنی نسبت حماقت هم به صحابی میکنه، نعوذ بالله هم به او دختر میکنه، به هر کس میکنه، ولی نه دین طور نیست. کسی که دعوای محبت پیامبر داره در کل شؤون زندگی خود، گوشه های زندگی خود سوال میکنه که پیغمبر چه قسم بود در مورد اولاد خود، در مورد زن خود، در مورد همسایه خود، پیغمبر چه معامله داشت، چه قسم نماز میخوند. تمام روز در فکر عزیزم که چه قسم ضررم به همسایه میرسه، والا روزگارش خوب شده. نه انشالله یک حادثه سرش میاد نخواد که دور بمانه شه. تو را چی برای تو میرسه؟ اگر او خوب باشه خو یک روز به دردت میخوره. شب صبح میکنیم روز بیگاه میکنیم کینه و کدورت پور است، سنت رسول الله دیده نمیشه. امی مدعین محبت پیامبر علیه السلام شما سوال بکنه که در کدام مورد از نماز بگیرید، در نماز همین نمازتان شما را به الله قسم به طریقه سنت رسول الله نماز میخونه یا نمیخونه؟ همون کیفیتایی که پیغمبر در نماز مراعات میکردی شما مراعات کردی یا نه؟
خب بله ما او روز در مسلم شریف حدیث تیر کردیم پیشم براتون این حدیث خوانده بودم که پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمه هر پیامبر برای خود حواریون داره، اصحاب داره، دوستای مخلص، مردمایی که کمک کننده با پیامبر است. یاخذون بسنتی و یقتدون بامره که سنت از او عمل میکنه و اقتدا به امر، یعنی هم فعل و هم قول پیامبر علیه السلام عملی میسازه. لیکن این مردما میره پشت سر شیسته مردمای نااهل پیدا میشن، جانشین از این مردم میگرده که بازوا چی میکنه؟ یقولون ما لا یفعلون، میگویند آن چیزی را که انجام نمیده. در سر منبر داد از محبت پیامبر میزنه اما در زندگیش یک سنت رسول الله دیده نمیشه. И вы уверены, что вы любите пророка больше, чем Биляль? Вы любите пророка больше, чем сподвижники? Вы лжецы. Вы лжецы. Я просто вам это в лицо говорю. Вы лжецы. Я в жизни не сомневался в этом. Вы самые большие лжецы. И в судный день пророк скажет вам: прочь, прочь. Вы и есть лжецы. Вы люди, которые приписывали мне слова, которых я не говорил. Вы приписывали вещи мне, которых я не делал. Вы люди, которые приписывали эти лживые мнения. Это то, что будет сказано этим людям, и нет сомнений в этом. Кому помогает напоминание? Му'минам. Лишь только му'минам помогает напоминание. Поэтому человек может сидеть на уроке, может читать книги, может читать Коран, может провести всю свою жизнь в знаниях. Однако, если он не пришел к этому месту с иманом, с ихлясом, с чистым сердцем, подобно дереву, это дерево не даст плоды.